سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز یه ویدیو خفن داریم از تست چی؟ از تست کوکتل مولوتوف. همینطور که قبلا بهتون قولش داده بودم امروز آمادهش کردم واسهتون. چند نمونه از کوکتل مولوتوف ها رو داریم اینجا. یکی که با صابون قاطی شده، یکی که با روغن ماشین، یکی که خالیه و یکی هم با یونولیت. به هیچ عنوان این ویدیو رو امتحان نکنید، به هیچ عنوان. این ویدیو فقط جنبه یه لایف هک و یه تست داره. اولین پرتابمون رو با بنزین خالی شروع میکنیم. این شیشه رو اومدیم نصفش رو با بنزین پر کردیم، ببینیم چقدر میسوزه و چه اتفاقی رخ میده. شیشه‌ای که پرتاب کردیم حدوداً بیشتر از 1 دقیقه نسوخت و سریع خاموش شد. بریم برای تست شیشه بعدی که صابون قاطیشه. بریم ببینیم چه میشه. دیر وایسه. شیشه صابونی یه مزیتی که داشت، بیشتر از شیشه که هیچ چیزی قاطیش نبود سوخت، حدوداً 2-3 دقیقه شد. خب این هم از شیشه سوم، شیشه‌ای که روغن قاطیش کردیم. می‌بینیم چه جوابی بهمون میده. اصلا انگاری نمیسوزه. خب بریم ببینیم تستش چی میشه. چیزی نشد. متاسفانه هیچ اتفاقی به روغن نیفتاد. متاسفانه چرا، خوشبختانه اصلا برای من فرق نمیکنه. با روغن هیچ اتفاقی نیفتاد. اصلا انگاری که این روغن سوخته رو که کرده بودیم داخل بنزین، خاصیت بنزین رو ازش کم کرده بود. من فکر میکردم بیشتر بسوزه، ولی نه، هم آتیش بنزین رو کمتر کرده بود و هم تا خورد سریع خاموش. میریم سراغ شیشه آخر و شیشه‌ای که معروف به نپال. میریم تست کنیم ببینیم چطور میشه. شیشه آخر فکر میکنم خیلی خفن باشه. این 1 2 آروم پرت کن. 3. چرا نشد؟ 2 3. این هم از اتمام ویدیو. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. خواهشاً هیچ کس این ویدیو رو امتحان نکنه به هیچ وجه، چون که فوق العاده خطرناکه و ما جنبه تست داشت و دوست داشتم شما رو تو این ویدیو شریک کنم. امیدوارم که لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم. لایک یادتون نره اصلا. اگه برای اولین باره که ویدیو رو میبینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.